به نام خدا. با سلام خدمت دوستان و همراهان عزیز. قصد داریم در این قسمت کتاب 40 نامه کوتاه به همسرم نوشته استاد نادر ابراهیمی رو بخونیم. لطفاً با من همراه باشید. 40 نامه کوتاه به همسرم، نادر ابراهیمی. یا حق. اشاره. آن روزها که تازه تمرین خطاطی را شروع کرده بودم، حدود سالهای 63-65، به هنگام نوشتن در تنهایی در فضایی که بوی تلخ مرکب ایرانی در آن می‌پیچید و صدای سنتی قلمنی تسکین دهنده خاطرم میشد که گرد ملالی چون غبار بسیار نرم بر کل آن نشسته بود، غالباً به یاد همسرم میافتادم که او نیز همچون من و شاید نه همچون من، اما به شکلی گهگاه و بیش از گهگاه دلگرفتگی قلبش را خاکستری رنگ می‌کرد و می‌کوشیدم که با جستجو به امید رسیدن به ریشه‌های گیاه بالنده و سرسخت اندوه و دانستن اینکه این روینده بی‌پروا از چه چیزها تغذیه می‌کند و شناختن شرایط رشد و دوامش، آن را نه آنکه نابود کنم بل زیر سلطه و در اختیار بگیرم. پس یکی از خوبترین راه‌های رسیدن به این مقصود را در این دیدم که متن تمرین‌های خطاطیم را تا آنجا که مقدور باشد اختصاص بدهم به نامه‌های کوتاهی برای همسرم و در این نامه‌ها بپردازم تا حد ممکن به تک تک مسائلی که محتمل بود ما را قلب‌هایمان را آزرده کند و دست رد بر سینه زورآوری‌های ناحقی بزنم که نمی بایست بر زندگی خوب ما تسلطی مستبدانه بیابد و دائما بیازاردمان. رفته رفته عادتم شد که تمرین نستعلیق را از روی سرمشق استادم بنویسم و شکسته را به میل خودم خطاب به همسرم در باب خرده و کلان مسائلی که زندگیمان داشت و گمان می‌کنم که هر زندگی سالمی در شرایطی میتواند داشته باشد. و این شد که تدریجاً تعداد این نامه‌ها که نگاهی هم داشتند به جریان‌های عادی زندگی رو به فزونی نهاد تا آنجا که فکر کردم این مجموعه شاید فقط نامه‌های من به همسرم نباشد بل سخنان بسیاری از همسران به همسرانشان باشد و به همین دلیل به فکر بازنویسی و چاپ و انتشار آنها افتادم. در سال 66 عمده توانم را برای تنظیم و ترتیب این نامه‌ها به کار گرفتم و اینک این هدیه راستین ماست، من و همسرم، به همه کسانی که این نامه‌ها می‌تواند از زبان ایشان نیز بوده باشد، لااقل گهگاه اگر نه همیشه و مشکل گشای ایشان به همین گونه، و شاید در لحظه‌هایی به ضرورت غم را عقب بنشاند آنقدر که امکان به آسودگی نفس کشیدن پدید آید. نادر ابراهیمی. یادداشت. همسرم میگوید بنویس که رسم نامه نوشتن و از طریق نامه حدیث دل گفتن و به مسائل و مشکلات جاری پرداختن را تو از آغاز جوانی داشتی تا گمان نرود که تنها بوی تلخ مرکب و صدای سنتی قلم به نوشتن وادارت کرده است. و نوشتم. نامه اول. ای عزیز، راست میگویم، من هرگز یک قدم جلوتر از آنجا که هستم را ندیدم. قلمم را دیدم چنان که گویی بخشی از دست راست من است و کاغذ را من هرگز یک قدم جلوتر از آنجا که هستم را ندیدم. من اینجا من را دیدم که اسیر زندان بزرگ نوشتن بوده است. همیشه خدا که زندان را پذیرفته، باور کرده، اصل بودن پنداشته، به آن معتاد شده و به تنها پنجره‌اش که بسیار بالاست دل خوش کرده. و آن پنجره تویی ای عزیز. آن پنجره، آن در، آن میله ها و جمیع صداهایی که از دور دست ها می آیند تا لحظه‌ای پروانه‌وش بر بوته ذهن من بنشینند، تویی. این میدانم که مدح مطلوبی نیست، اما عین حقیقت است که تو مهربان‌ترین زندانبان تاریخی
و آنقدر که تو گرفتار زندانی خویشتنی، این زندانی اسیر تو نیست که ای کاش بود. در خدمت تو، مرید تو، بنده تو، و این همه در بند نوشتن نبود. اما چه میتوان کرد؟ تو تیماردار مردی هستی که هرگز نتوانست از خویشتن بیرون بیاید و این برای خوبترین و صبورترین زن جهان نیز آسان نیست. میدانم. اینک این نامه ها شاید باعث شود که در هوای تو قدمی بزنم، در حضور تو زانو بزنم، سر در برابرت فرود آورم و بگویم هرچه هستی همانی که میبایست باشی و بیش از آنی و بسیار بیش از آن. به لیاقت تقسیم نکردن و الا سهم من در این میان با این قلم و محو نوشتن بودن سهم بسیار ناچیزی بود. شاید بهترین قلم دنیا، اما نه بهترین همسر. نامه دوم. بانوی بزرگوار من، عطرآگین باد و بماناد فضای امروز خانه‌مان و فضای خانه‌مان همیشه در چنین روزی که روز عزیز ولادت پربرکت تو برای خانواده کوچک ماست.